با نام خدا، با سلام دوباره خدمت بیننده های محترم. آغاز نیمه دوم فینال این رقابت ها میان تیم های یاران شمال و نامآوران. نیمه اول با برتری 4-1 نامآوران به پایان رسید. در نیمه دوم بازیکن نامآوران با لباس های سفید و البته آبی و سفید و همچنان بازیکن یاران شمال با لباس های سرخ و سفید در این دیدار با میدان آمدن. سر به سر از زلگای دوباره میرن بازیکن یاران شمال، دوباره از دست داد مصطفی. شامیر احمدی داور اول این دیدار و همچنان شعیب آریان داور دوم این دیدار. قضاوت بازی فینال این رقابت ها را به عهده داره. پاس اشتباه سمیر سمندری نمیرسه به یار خودی. دوباره بازیکن یاران شمال با مصطفی. پاس مصطفی با اصحاب نمیرسه، توپش را گرفت. موقعیت هست برای بازیکن یاران شمال، البته نامآوران. فرصتی که توسط سمیر سمندری از دست رفت. دوباره بازیکن یاران شمال رو بقیه با ابوذر. دوباره مصطفی توپش را از دست داد. زلگی توپ را میگیره. یک برخورد دیگر، فرصت که خطا انجام شد روی بازیکن یاران شمال. زلگی محمدی خطا انجام داد روی مصطفی. کارت زرد هم دریافت میکنه از زلگی. نتیجه بازی همچنان 4-1 هست به نفع تیم نامآوران. موقعیت خوبی است تا بتونه گلای بیشتری به ثمر برسونه. ضربه روحین جالب نیست و با فاصله زیادی به بیرون میره. پرتاب بلند فرزاد در زمان نامآوران میرسه به حبیب. بازی سری آغاز کرد. روحین صاحب توپ هست. نتیجه بازی همچنان 4-1 هست به نفع تیم نامآوران. پاسکاری بازیکن یاران شمال. ابوذر پاسش رسید به روحین. حرکت خوب، خطا انجام میشه روی روحین. سلطان مبارز خطا انجام داد. سر بلند، سر به سر از سمیر. دوباره توپ را از دست دادن بازیکن نامآوران. ابوذر باز به کنار میدان با روحین. دوستانی که تازه بالای پیاسن، نتیجه بازی 4-1 هست به نفع تیم نامآوران. مصطفی پاسش قطع میشه به توسط زلگی. رو بقیه با مصطفی بازیکن یاران شمال. ابوذر پاس ابوذر میرسه بر روحین. همچنان توپ در اختیار داره روحین. حالا توپش را میگیره ندیم. واسم قطعی توپ توسط اصحاب. پاس خوب از روحین. ابوذر نمیرسه پاسش با مصطفی و توپ در اختیار بازیکن نامآوران قرار میگیره. دوباره بازیکن نامآوران و روی یارشون از دست سلطان خطا انجام میشه. توپ را با خطا گرفتن. خطا اعلام شده واسه تیم نامآوران. نتیجه بازی همچنان 4-1 هست به نفع تیم نامآوران. سل داور زده شد. ضربه ندیم. دوباره در دو مرحله در اختیار میگیره حبیب در زبان تیم یاران شمال.
بازی رو سریع آغاز میکنه حبیب در زمان اسم یاران شمال. پاس میرسه به مصطفی. فرصت دارن تا بتونن گل دوم را به ثمر برسانند. موقعیتی که از دست رفت بر تیم یاران شمال. کارنر به دست آمده. باسم کارنر بر تیم نام البته یاران شمال. فرصت هست برای بازیکنان یاران شمال. یک بار خوب صورت گرفت. داور بازی پنالتی اعلام کرده با سود تیم یاران شمال. روی مصطفی خطا انجام شد. داور اول دیدار شو امیر احمدی نقطه پنالتی را اعلام کرد به سوی تیم یاران شمال. همچنان نتیجه بازی 4-1 هست به نفع تیم نامآوران. ببینیم که یاران شمال از روی نقطه پنالتی که به دست آمده میتونه گل دوم تیمش را به ثمر برسونه یا خیر. مصطفی پشت توپ هست. همچنان اعتراض دارن روی تصمیم داور. به هر حال پنالتی اعلام شده بر تیم یاران شمال. مصطفی یا میتونه گل دوم تیمش را به ثمر برسونه یا خیر. 3 گل عقب هستند تا اینجا از تیم نامآوران یاران شمال. یار شماره 7 یاران شمال مصطفی پشت توپ هست. ویسل زده شد. ضربه مصطفی برخلاف جهت فرزاد ضربهش را میزنه و گل دوم به ثمر میرسه. نتیجه بازی 4-2 میشه به نفع تیم نامآوران. نامآوران 4 یاران شمال 2. آغاز مجدد بعد از رفت گل دوم. سمیر سمندری پاسش نرسید به یار خودی. ضربه از راه دور از زلگای. طرف موقعیت دیگر میره که شک بگیره بر باسان یاران شمال. توپش را گرفت. یک بار خود صورت گرفت. یک بازیکن از یاران شمال روی زمین هست. اصلا موقعیت فرصته که دوباره از دست میره. یار شماره 7 مصطفی روی زمین هست. مشکلش زیاد جدی نیست. میتونه با بازی ادامه بده. این طرف ضربه دروازه اعلام شده بر تیم یاران شمال. ضربه بلند از روحین. ضربه سر زلگای. توپ بیرون رفت. ضربه اوت بر دست آمده بر تیم یاران شمال. دوباره بازیکن یاران شمال با مصطفی نمیتونه از صد زلگای بگذره. توپش را میگیره. این طرف بازیکن نامآوران با ندیم. توپگیری خوب از بازیکن یاران شمال. ضربه اوت اعلام میشه به سوی تیم نامآوران. رو به قبا سمیر سمندری. باسم توپگیری خوب. اصحاب پاسش جالب نیست و به بیرون میره. کارنر به دست آمده بر تیم یاران شمال. موقعیت فرصتی که هنوز از دست نرفته. یک بار خود صورت گرفت. ضربه اوت به دست آمده بر تیم نامآوران. بازی استاپ هست. یک بازیکن از یاران شمال روی زمین بود. مشکلش چیزی نیست. ادامه بازی دوباره در اختیار بازیکن نامآوران قرار میده. همچنان نتیجه بازی 4-2 هست به نفع تیم نامآوران. سلطان مبارز رو به قبا ندیم. پاس بلند از ندیم میرسه به سلطان. خروج دروازه‌بان. یک بار خود صورت گرفت. خطا نیست. دوباره بازیکن یاران شمال با روحین توپ از خط عبور کرده. ضربه اوت بر تیم نامآوران. یار شماره 8 روحین
کارت زرد را هم دریافت میکنه روی اعتراضی که داشت روی داور، البته اعتراض بیجا. سلگای محمدی از صد لطف الله گذشت، ضربهش را در زبان گرفت. این طرف توپگیر دیگر از بازیکن نامآوران دوباره توپ را از دست داد. بازیکنان یاران شمال با روحین. صد یک بازیکن گذشت، پاس رسید به یار خودی، موقعیت دیگه سم از دست میره برای بازیکنان یاران شمال. خطا انجام شد روی او سلطان مبارز، باز هم خطا انجام میده روی بازیکنان یاران شمال. فرصت خوبی است برای قسم رسوندن گل های بیشتر. ضربه روحین در دیوار دفاعی برخورد کرد. این طرف لطف الله نمیتونه توپ را کنترل کنه، باستم اشتباه توپ را از دست دادن بازیکن نامآوران. توپ بیرون میره، ضربه اوت بر تیم یاران شمال. دوباره ممتاز لویی را میندازه به سمیر سمندری، دوباره توپ را از دست داد. حالا بازیکن نامآوران سلطان مبارز مشقت میکنه. اصحاب روحین موقعیت هست برای گل بیشتر. بازم فرزاد توپش را در اختیار گرفت. سلطان از یک بازیکن گذشت، فرصت داره بتونه گل پنجم را به ثمر برسونه. ضربه‌ای که با واکنش دروازه‌بان به بیرون رفت. نتیجه بازی همچنان 4-2 هست به نفع تیم نامآوران. زمان زیادی تا پایان مونده، حدود 10 دقیقه یا حتی بیشتر تا پایان زمان هست. واسه اشتباه توپ را قطع میکنن بازیکن یاران شمال. ممتاز حمله را شکل بتن. روحین واسه او ممتاز موقعیت برای بازیکنان یاران شمال. فرصتی که با واکنش خوب فرزاد همراه هست. این طرف واسه قطع توپ را از دست بازیکنان یاران شمال. لطف الله توپ بیرون میره، ضربه بر تیم نامآوران. فرصت دیگر، موقعیت است برای گل پنجم. باز هم واکنش حبیب در زبان تیم یاران شمال. کارنر با دست بر تیم نامآوران. 4-2 هست نتیجه بازی به نفع تیم یاران شمال. موقعیت البته به نفع تیم نامآوران. با عرض معذرت دوستان، فرصتی که از دست رفت برای بازیکن نامآوران. اصحاب دوباره ممتاز توپش را گرفتن بازیکن نامآوران. نتیجه بازی 4-2 هست به نفع تیم نامآوران. فرصت دیگر بره که با دست بیاره بر تیم یاران شمال. ممتاز رو به قب با روحین. یار شماره 3 لطف الله میرسه به اصحاب. دوباره ممتاز پاسش با بیرون میره، ضربه اوت بر تیم یاران شمال. نمیتونه از دو بازیکن بگذره. حمله بر تیم یاران شمال، البته نامآوران. فرصتی که باز هم از دست میره برای هر دو تیم. لطف الله باش نمیرسه بر روحین. دوباره توپگیری خوب از لطف الله. ضربه لطف الله که در اختیار فرزاد قرار گرفت. این طرف توپ را بیرون میزنه فرزاد در زبان نامآوران. حرکت
خوب از زلگه محمدی. تکل دیگر از روحین. واسم قطعی توسط مصطفی. پاسش میرسه به ممتاز. بر خود صورت گرفت. همچنان توپ را در اختیار داره ممتاز. ضربش و بیرون میره. کارنری که به دست آمد دوباره برای تیم یاران شمال. حالا بازیکن نامآوران با ندیم واسه او را قطع میکنه روحین. این طرف بازیکن یاران شمال توپ در اختیار خود میگیره. مصطفی رو به قبا لطف الله سال بلند از لطف الله. موقعیت هست برای گل سوم یاران شمال. یک حرکت خوبی که تکمیل نشد. نتونست به خوبی به توپ ضربه بزنه روحین. تایم اوت گرفته میشه بر تیم نامآوران. نتیجه بازی 4-2 هست به نفع تیم نامآوران. آغاز مجدد بازی بعد از تایمات تیم نامآوران. همچنان نتیجه بازی 4-2 هست به نفع تیم نامآوران در نیمه دوم این دیدار. بازی آغاز میشه. ندیم با توپ هست استارش نمیرسه و یار خودی. ضربه اصحاب بر خود میکنه بازیکن نامآوران. این طرف توپ بیرون رفته به نفع تیم یاران شمال. بازش نمیرسه به یار خودی و توپ را به کارنر میزنه روحین. رو بقب با سلطان مبارز. پاس سلطان با ندیم. دوباره سمیر در مقابلش صعیب هست. موقع شوزنی هست. پاسش نرسید برای خودی. ابوذر توپش قطع کرد. موقع شوزنی هست برای بازیکن یاران شمال. پاسش خوب نیست و بیرون میره. دوباره بازیکن نامآوران با سلطان مبارز. اصحاب در مقابلش هست. اسد اصحاب نمیتونه بگذاره و توپش رو بیرون میزنه. اصحاب دوباره بازیکن یاران شمال با موقعیتی که از دست میره. دوباره این طرف فرصت میره که شکل بگیره. ممتاز نمیرسه به توپ. توپ بیرون میره. کارنر به دست آورد تیم یاران شمال.
توپ دور میشه. این طرف مصطفی با توپ هست. ابوذر پاس ابوذر جالب نیست و این طرف نزدیک بود دروازه یاران شمال بار پنجم باز شوه. همچنان 2 گل عقب هستند بازیکن یاران شمال. پرتاب بلند فرزاد نمیسه و سمیر. این طرف موقعیت دیگر به که از دست میره برای بازیکن یاران شمال. پاس مصطفی جالب نیست. دروازه خالی. ضربه که با فاصله کمی به بیرون رفت. بازیکن نواران نتونستن دروازه خالی را باز کنه. دوباره پاور پلی انجام میشه از توی تیم یاران شمال. بازم اشتباه. دوباره توپ میرسه به بازیکن یاران شمال. ممتاز. نتیجه بازی همچنان 4-2 هست به نفع تیم نامآوران. برخورد صورت گرفت. خطا نیست. این طرف فرصت دیگر اینه که تبدیل به گل شد و حالا گل برای تیم نامآوران. زالگای محمدی هتریک میکنه در این دیدار. گل پنجم تیمش را و سوم خودش را واسه ما میرسن. نتیجه بازی 5-2 میشه به نفع تیم نامآوران. دوباره پاور پلی انجام میشه از توی تیم یاران شمال. پاس حبیب جالب نیست. دوباره ابوذر. دوباره بازیکنان یاران شمال رو عقب با اصحاب. مصطفی پاسش نمیرسه با خودی. دروازه خالی است و ضربه ایمل جالب نیست و راهی به دروازه نداره. دوباره پاور پلی انجام میشن از سوی تیم یاران شمال. ممتاز با روحین. دوباره ممتاز. بازم اشتباه سوی بازیکن یاران شمال. ضربه به دست به تیم یاران شمال. رو عقب با روحین. دوباره پاور پلی انجام میشه سوی تیم یاران شمال. 3 گل عقب هستند. زمان زیادی هم تا پایان نمانده. همچنان نتیجه بازی 5-2 هست به نفع تیم نامآوران. ضربیت به دست تیم یاران شمال. اصحاب حرکتش انجام شد. این طرف موقعیت هست برای بازیکن یاران شمال. ضربه از راه دور از روحین جالب نیست. با فاصله زیادی به بیرون میره. سوت پایان این دیدار. نامآوران قهرمان این دور از تورنمنت جام زمستانی مجموعه وحشی الماس میشه و یاران شمال هم به عنوان دوم یا مقام دوم این تورنمنت میرسه. شفاخانه باسط هم به مقام سوم. نامآوران با برتری 5-2 از صد یاران شمال گذشت و به قهرمانی رسید. نامآوران 5 یاران شمال 2. تا لحظات بعد برنامه اهدای جوایز را هم بر شما دوستان به نشر خواهیم گذاشت.